سلام و خسته نباشید خدمت تمام کنکوری های عزیز. ما در این بخش میخوایم توضیحات تولید اسمی و تولید واقعی رو توضیح بدیم. توضیح اسمی اگه بخوایم به دستش بیاریم یعنی اینکه قیمت و مقدار تولید هر سال رو در هم ضرب کنیم. و تولید واقعی یعنی که مقدار تولید هر ساله رو ضرب در قیمت سال ثابت کنیم. حالا ما اینجا پایین یه مثال آوردیم که بخوایم هم تولید اسمی رو به دست بیاریم هم تولید واقعی. ما سال ثابتمون سال 95 می باشه. خب میخوایم به دست بیاریم مثلا مثال اسمی سال 95 گفتیم قیمت به مقدار هر سال، پس قیمت میشه 1000، مقدار هم میشه 200، در هم ضربشون میشه 200,000. سال 96 اسمی رو بخوایم به دست بیاریم دوباره 2000 ضرب در 300 میکنیم میشه 600,000. اما میریم سراغ بخش واقعی. تولید واقعی میگه مقدار هر سال یعنی مقدار تولید هر سال ضرب در قیمت سال ثابت. یعنی چند؟ یعنی قیمت سال 95 چه 1000 میشه. اینجا مثالش مثلا همون 95 حساب کنیم 1000 چه قیمت باشه مقدارش هم 200 میشه. یعنی مقدار تولیدمون 200 ضرب در سال ثابت قیمت سال ثابت میشه 200,000. سال 96 چقدر تولید داریم 300 واحد. این 300 واحد رو ضرب در 1000 قیمت سال ثابت میکنیم میشه 300,000. و سال 97 150 واحد تولید داریم که ضرب در قیمت سال ثابت میشه 150,000. امیدوارم این تدریس تاثیرگذار باشه. خسته نباشید.